سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. ممنون که با ما همراه هستید. به دلیل قطعی اینترنت نتونستیم با شما همراه باشید. لطفاً از این مادر بیمار و فرزند حمایت کنید. با تشکر از شما بینندگان. ما بریم پیششون ببینیم در چه حالی هستن. با ما همراه باشید بینندگان عزیز. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی. نگار خانم بفرم. خواهش میکنم بفرم. زهرا خانم خوابه؟ خواهش میکنم دختر جون. بدش من اینو جفت. برو سوراخش کن. سوراخش کردی؟ بینندگان عزیز داریم فعلا یه ساده رو سرش میکشیم ببینیم چی میشه. خوبه ولش کن دختر. خوب شد؟ بابا چی را بیا؟ من زهرا خانم بیدار شدی؟ آخ خسته شده دختر. بیا برو بیا این طرفش ببینیم. نه بذار اینو باز کن. صبر کن فشار نده. من بذار تا بچشیمش باشم وسطش این نباشه. اینو در من سرش حالا خوب بچش. نصب کن. خوبه. نه زیادم نه. حالا خوب. چه همینجا پیداش هست. اینجا Filtre. خوبه؟ زهرا بیدار شدی؟ خوبه دادت
حالا با جان پنگ رو داخلش ببینیم چیزی یکم تمیزش کن یا بس دختر الان فعلا فعلا شرایط موجودی نیست که همونجوری که شما میخوان یا امتر باشه. حالا ما تلاشمون نمیکنیم، فعلا اینجا هم صاحب داره. کاش فعلا هیچ کسی نیومد با کمک هم بهترش میسازیم. برای خانم رو داخل ببینید چیزی نه اینجاشم کم کم که پیش بره. نه این دورورش هم میگیریم در خانم. الان باید با برداشت نداشت ممنون آقای امپراتور. خواهش میکنم. Sì, ordak. Ya zamuk mayin obi. حالا چیزی واسه شو درست کن. با این طرفش هم دورورش هم میکنیم تا فردا. Ordak. Ordak. برای خانم باشه واسه میشه. Bu teyzem hiç zayıf yiyeceği rast kelim, in rast kelim çıktı. Hesap da işte bu. Mesela. Tabii ki yani. Bilmiyorum. برای خانم ناراحت نباش. Sana bırak çift zahmet koy. Tek zahmet koy kaşan yolu. اینجا تو موقع دیگه Pode puxar umas coisas. Puxa agora.
ماما یه بعدی ازا نیست Zara mı bir Zara mı da ne bir şey? Zara. Sıkı bani. Nigay pusure hat bari pa nigay pusure dam. Orada çıkıyor üstü sabrı. Buraya dayı, buraya dayı. مراد خسته ای؟ تازه از خواب بیدار شده فعلا خوابه. دستم شد؟ دخترات هم هوای همه دارن. قشنگ لغو بوده. دارا خانم مواظب باش. نمیخورم، دست در نکن. نمیخورم. نمیخوری؟ نه دست در نکن. بینندگان عزیز ممنون که با ما همراه هستید. با ما همراه باشید تا فعلا چند به چند از این واسه درست کنیم یه پناهگاه خوبی از این مادر بیمار واسه فرزندش باید حمایت کنیم. با تشکر از شما با ما باشید. خب بچه‌ها دیگه کاری ندارید؟ مواظب خودتون باشین. راستی واسه فردا هم کسی بهم گفته
حالا من میرم پیشش، اگه این بود میام دنبالتون چه بریم واسه کار لااقل چیزی. دست در نکنه. خداحافظ زهرا خانم. زنگ خدا فضا. خداحافظ. خداحافظ. ممنون از بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. ما بریم و این قسمت هم که اینجوری شد تا ارز تلاش کنیم واسه پناهگاهشون رو بهتر کنیم و واسه فردا هم احتمالاً خانم یا خانومی بهم گفت واسه کار بریم پیشش ببینیم کار کنن و درآمدی یه چیزی بتونیم یه کاری کنیم. با ما همراه باشید بینندگان عزیز. با تشکر از شما بینندگان عزیز با ما همراه باشید.